سلام، اسم من داگلاس اسکوباره. چند سال پیش راننده اسنپ بودم. البته هنوزم تجربه بالایی تو جاده ها دارم. قبل از اسنپ به مدت 25 سال راننده کامیون بودم. داستانی که قراره بهتون بگم ممکنه به نظر باور نکردنی باشه، ولی کاملا حقیقت داره. زمانی که راننده بودم همه جور چیز دیدم، ولی هیچ کدومشون شبیه چیزی که اون شب برام اتفاق افتاد نبود. و باور کنین به این راحتی هم کسی روم تاثیر نمیذاره. همه چی از یه شب کاملا عادی شروع شد. نمیدونم میدونین یا نه، ولی ما راننده ها همیشه مسافر جابجا نمیکنیم. بعضی اوقات بسته هایی هم هست که انتقال بدیم. داشتم تو جاده حرکت میکردم که یهو برام نوتیفیکیشن مسافر جدید اومد. میخواست یه بسته ای رو براش به دوست دخترش برسونم. این اتفاقا خیلی کم برام پیش میاد، اما چون درآمد خوبی داره رد نمیکنم. رفتم به سمتی که باید پیرس رو میدیدم، همون مسافری که میخواست بهم بسته رو تحویل بده. رسیدم به مقصد. یه آپارتمان قدیمی بود. محله آروم به نظر میرسید. منتظر نشستم تا مسافر بیاد، اما باید اعتراف کنم آپارتمانش خیلی ترسناک بود. لحظه ای که منتظر پیرس بودم دوباره جزئیاتی که برام نوشته بود رو خوندم، ولی یه چیزی جور در نمی اومد. تو پیام پیرس نوشته بود وقتی رسیدی به دامپزشکی بپرس هلن کجاست و بگو بسته از طرف دوست پسرته. یعنی میخواست سورپرایزش کنه. اگه قرار بر این بوده چرا خودش کادو رو نمیبره؟ کلینیک دامپزشکیشم کلاً 4 تا خیابون اونورتره. همینطور که داشتم فکر میکردم متوجه شدم خیلی وقت منتظرم. یهو دیدم یکی داره با هم بای بای میکنه. بهش دست تکون دادم. موبایلمو 2 ثانیه چک کردم ببینم خودشه که جلوم ظاهر شد. اوه شما پیرسی درسته؟ بله ببخش دیر کردم. پیرس یه چیزیش میلنگید. حس خوبی بهم نمیداد. البته تو ظاهر آدم مهربون و با ادبی بود. لبخند ملایمی رو لبش بود، ولی حسم اینجوری بود که اگه زیادی پیشش بمونم ممکنه اتفاق بدی برام بیفته. احساس راحتی نمیکردم، ولی عجیب ترین چیز میدونی چی بود؟ این که مشخص بود قصد بدی نداره. به نظرم آدم بدی هم نبود. فقط یه جوری یه حس بدی بهم منتقل میکرد. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه یه لحظه فقط حواسم پرت شد. گفته بودید این بسته رو باید ببرم کلینیک دامپزشکی درسته؟ بله خیلی بسته مهمیه. حتما بهش بگو که از طرف منی. اگه باور نکرد شکل ظاهریمو براش بکش. باشه. چیز دیگه هم هست که بگم؟ نه فقط همین. ممنونم ازت. چشم حتما. فقط هزینه رو پرداخت. لحظه ای که ازم تشکر کرد توی چشم حرف زدن ناپدید شد. در آپارتمان بسته بود. هیچ کس اونجا نمیدیدم. نفهمیدم چی شد. فقط از این خوشحال بودم که قرار محله رو ترک کنم. کم کم داشت غیر عادی میشد. چند تا خیابون اونورتر به کلینیک رسیدم. از ماشین پیاده شدم و سراغ هلن رو گرفتم، اما تو کلینیک هیچ مشتری نبود. به عنوان یه جایی که 24 ساعت بازه یکم عجیبه. هلن اومد و با گیجی بهم نگاه میکرد. بسته رو بهش تحویل دادم و وقتی بهش گفتم از طرف کیه چشماش درشت شد، شروع به گریه کرد و دوید. همون لحظه همکاراش از دستم عصبانی شدن و بهم گفتن سریعا اونجا رو ترک کنم. من جز هزینه چیز دیگه ای از دختره نمیخواستم، ولی نمیشد به زبون بیارمش. میخواستم قضیه رو گزارشش کنم که یهو یکی زد به شیشه ماشین. هلن در حال گریه داشت صدام میکرد. مطمئنین بسته رو پیرس داده؟ همینیه که تو عکسه؟ تو عکس پیرس و هلن در حال بوسیدن همدیگه بودن. هیچ شکی نداشتم که خودشه. بله همین بود. درسته. پیرس 2 ماهه که گم شده. خانوم من مطمئنم که چی دیدم. چند تا خیابون عقب‌تر از یه آپارتمان اومد بیرون و جعبه رو بهم تحویل داد. آپارتمانش؟ حدس میزنم هزینه‌ش هم حساب نکرده. کرده؟ خب اون آره. تو بسته موبایل بود، موبایل خودش. لحظه ای که روشنش کردم رو صفحه یه عکس بود. جاشو میشناسم. جاییه که من و پیرس دوچرخه سواری میکردیم. میتونی منو تا اونجا برسونی؟ هزینه‌ش هم هر چقدر باشه قبل اینکه برسیم میدم. متاسفم، فکر نکنم بتونم. من فقط یه راننده اسنپم. بهتره که وارد این قضايا نشم. باشه متوجهم. هلن ناامید شده با یه موبایل تو دستش تو پیاده رو حرکت کرد. همون موقع موبایلم برای مسافر جدید صدا خورد. قبل اینکه قبول کنم متوجه شدم مسافر چند متر اونورتره و هلن بود. چی کار میتونستم کنم؟ قبول کردم و هلن از تو کلینیک اومد بیرون. تو راه هلن یکم از رابطه‌اش با پیرس بهم گفت. مثل اینکه همه چی بینشون خوب بوده تا اینکه یه روز پیرس میره بیرون و دیگه هیچ وقت بر نمیگرده.
میگفت چند روزیه تو خونش اتفاقای عجیب میفته. هوا یخ میشه، میز و صندلی برای خودشون تکون میخورن، تا اینکه یه شب هلن صدای در زدن میشنوه و از خواب میپره. هنوزم تو فکر این بوده که پیرس برگرده. سریع میره سمت در و از چشمی در میبینه پیرس جلو در وایساده. هلن با اشک شوق در رو باز میکنه ولی هیچ کس رو نمیبینه. هلن به شدت گیج میشه چون جلو درش رد پا مونده بود. ولی رد پای کی بود؟ یعنی داری میگی پیرس؟ میدونم مرده، واسه همین شوکه شدم وقتی اسمشو آوردی، ولی وقتی بستر رو باز کردم باورت کردم. به من چه ارتباطی داره؟ چرا بستر رو باید به من بده؟ هیچی، شاید فقط تو زمان اشتباه و تو مکان اشتباهی بودی. اینم از زندگی من. واو! اونجا رو دیدی؟ دوست پسرت بود رو ماشین. این چیزا اصلا با عقل جور در نمیاد. همین بود؟ چی؟ عکسی که تو گوشی پیرس بود همین بود. یهو هلن از ماشین پیاده شده دوید تو خاکی. هیچ ماشینی از اونجا رد نمیشد. محله کاملا تاریک بود. یه چیزی اینجاست. قبل اینکه متوجه شم چی شده دیدم هلن داره زمینو میکنه. منم رفتم بهش کمک کنم. چند دقیقه‌ای که گذشت پیداش کردیم. جسد پیرس خاک شده بود. هلن میخواست بغلش کنه ولی سریع گرفتمش آوردمش عقب تا آروم بگیره. نمیتونستیم بهش دست بزنیم وگرنه صحنه جرمو خراب میکردیم. با پلیس تماس گرفتم و منتظر موندیم. چند روزی گذشت و تحقیقات نشون داد که پرونده قتل بوده. قبل از اتفاق همه چی تو دوربین مداربسته ثبت شده بود. داخل ویدیو پیرس وسط 2 نفر وحشت زده در حال قدم زدن بود. مشخص بود که با خواست خودش نیست دارن میبرنش. بعد از 2 هفته که هلنو دیدم بهم گفت پلیس اون 2 نفر دیگه هم پیدا کرده، اما داستان اون شب و هر کدوم متفاوت تعریف کردن. انگار هیچ کدوم انتظار نداشتن دستگیر شن. یکیشون اعتراف کرد که میخواستن ازش دزدی کنن، اما چون پیرس حاضر به این کار نبوده و تسلیم نمیشده در حد مرگ کتکش زدن و دفنش کردن. از اون روز به بعد من و هلن تبدیل به دوستای صمیمی شدیم و هلن سعی کرد زندگیشو از نو بسازه. برعکس من، اون دیگه پیرس رو نمیدید و اعتقاد داشت که روحش به آرامش رسیده. اما من یه بار دیگه هم دیدمش. یه روز که رفته بودم ماهیگیری، از همون ساختمونی که از پیرس بستر رو تحویل گرفته بودم رد شدم. اونجا بود که دیدمش. کنار آپارتمان وایستاده بود و بهم لبخند میزد.